سوال ما سر از این بود که مثلا کسی میگه که اکثرا جوانا میگن که مثلا کاری حلال اگه بگویم از راه حلال ما طلب رزق بکنیم یعنی کم میایه برای ما. باز میگن که از طریق حرام اگه باشه کارهای حرام بکنیم بیشتر میایه. که مثلا یک کسی بود میگه که ما مقدر سال تقریبا 15 سال میشه که معلمی میکنم برای ماش معلمی چیزی نمیشه برای من. باز آمدیم میگه یک کاری که کار حرام. بله سوال ما سری از دوستان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مثال زنده براتون میگم. مثلا چند روز پیش عید قربان بود سه اگر این کل مردم کابل قربانی میکرد برشان گاو گوسفند یافت میشد یا نمیشد؟ میشد؟ اگر کلگی میخواست قربانی بکنه در این بازار کمپانی و خیرخانه اینجا گوسفند گاو به این اندازی بود که کلگی قربانی میکرد برشان گاو و گوسفند یافت میشد. صحیح نه؟ خب اگر مثلا تنها مردم مکرویان یا مردم یک منطقه از این منطقه مثلا مردم تنها بخواین که سگ بکشن بر کلشان سگ یافت میشه که بکشن. این حال گپ حلال و حرام در این نقطه است. سگ سالانه 10 تا چوچه میده اما برکت نداره. گوسفند سالانه 1 چوچه میده اما الله در از او چی انداخته؟ برکت انداخته. اینمی فرق است بین حلال و حرام. کسایی که پیسه حلال پیدا میکنه مثل چوچه گوسفند وارست، پولش کم است اما برکت زیاد داره. و کسایی که از حرام پیدا میکنه مثل چوچه پشک و چوچه سگ است، زیاد است لکن برکت نداره. به این خاطر انسان های حرام خور سعی کنی زیاد مریض است. اگر یک مریضی برش پیدا میشه تا که اروپا نره تداوی نمیشه. او رو پرسان کنی برش بگوی که مریض بودی چند مصرف کردی؟ میگه والا $20,000 مصرف کردم. چون او از پیسه حرام آمده بود. پیسه او ده میره، پیسه شیر در شیر میره. اما یک نفر که از پیسه حلال است اگر بوتگه کام میخوره در اونمو مریضی چی میشه؟ جور میشه. پس این حال فرق بین حلال و حرام اینمی است که اگر یک نفر حرام میخوره بی برکت است، اگر حلال میخوره الله در بین از او چی میپرته؟ برکت میپرته. متوجه هستی؟ و حلال که است مسئولیت شام کم است. از این خاطر میگه در روز قیامت مردمای پولدار از غریب که در 500 سال بعد جنت میره، ولو که در جنت اگر بره، اگر ایمان تیر کنه در جنت هم بره 500 سال بعد میره. چرا؟ به خاطر از اینکه او از هر حرام خود جواب میده و ای که حلال میخوره جوابش هم کمتر است. پس به این خاطر انسان کوشش کنه که از مال حلال استفاده بکنه و مال حلال که ولو کم باشه در او برکت زیاد است. و مال حرام درست است که مثلا پیسش زیاد میباشه لکن به مو اندازه مصرفش زیاد میشه، به مو اندازه مشکلاتش زیاد میباشه و به مو اندازه مثلا